فست فود چیست؟ فست فود یا غذای سریع یا غذاهای فوری غذاهایی هستند که به سرعت طبخ و آماده می شوند. انواع ساندویچ به ویژه همبرگر از فست فودهای رایج هستند. فست فود در مورد غذاهای خانگی به کار نمی رود، بلکه بیشتر اشاره به غذاهایی می کند که در رستوران‌ها تهیه می شوند. یکی از غذاهای سریع در خیلی از کشورها شامل ساندویچ، سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه‌های گازدار است. فست فودها غذاهای آماده و خوشمزه هستند که مصرف آنها سریع و لذت بخش است. با وجود اینکه مضرات فست فود از فواید فست فود بسیار بیشتر است، در این حال طرفداران زیادی در تمام دنیا دارد. مقاومت در برابر فریب این غذاهای شیرین، پرچرب و خوشمزه که امروزه تقریباً در همه جا یافت می‌شوند دشوار است. از انواع فست فود می‌توان به پیتزا، همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده، ساندویچ، میلک شیک، فامین، تاکو، هات داگ، ژامبون، ناگت، قارچ و مرغ سوخاری اشاره کرد. این فست فودها ارزش غذایی پایینی دارند و بسیار پرکالری هستند، به طوری که مضرات فست فود برای بدن در کوتاه مدت و بلند مدت بیشمار است. مهمترین مضرات و عوارض فست فود چیست؟ تحقیقات نشان داده خوردن بیش از حد غذاهای فست فود می‌تواند شما را در معرض چاقی و سایر بیماری‌های مزمن قرار دهد. بسیاری از فست فودها حاوی نگهدارنده‌ها و افزودنی‌ها هستند که برای سلامت انسان بسیار مضر میباشند و برخی از اینها زمینه‌ساز برای بروز انواع مختلفی از بیماری‌ها میباشند. از مهمترین مضرات غذاهای فست فود برای بدن میتوان به این موارد اشاره کرد. فست فودها مملو از چربی یا قند هستند و مصرف بیش از حد این نوع غذاهای ناسالم از رشد سیناپس‌ها که به عملکردهای شناختی، یادگیری و به خاطر سپردن کمک می‌کند جلوگیری و فعالیت آنها را مختل می‌کند. فست فودها باعث افزایش سطح قند خون می‌شوند که در این حالت سلول‌ها در برابر انسولین مقاوم شده و احتمال ابتلا به دیابت در آینده وجود دارد. خوردن فست فودها می‌تواند به کلیه‌های شما آسیب برساند، چرا که مواد سمی زیادی را به بدن وارد می‌کند و باعث می‌شود که کلیه‌ها اضافه کاری کنند تا ذرات مضر را از بین ببرند. یکی از مهمترین مضرات و عوارض فست فود فشار خون بالاست که اگر کنترل نشود منجر به اختلالات کشنده مانند حمله قلبی، سکته مغزی، بیماری کلیوی و غیره می‌شود. فست فودها حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات و قند هستند که باکتری‌های بد از این ماده تغذیه کرده و منجر به پوسیدگی دندان‌ها و اختلالات لثه می‌شود. مضرات فست فود برای پوست چیست؟ خوردن زیاد غذاهای ناسالم یا فرآوری شده می‌تواند باعث مشکلات پوستی مختلف مانند جوش واقع شود. غذاهای فست فودی سرشار از چربی‌های اشباع شده با قند مصنوعی هستند که آثار مخربی روی پوست و زیبایی دارند. داشتن یک تغذیه سالم به جلوگیری از آکنه و سایر مشکلات پوستی کمک می‌کند. مضرات فست فود برای چاقی چیست؟ افزایش مصرف فست فود و غذاهای ناسالم در هر جامعه‌ای صرف نظر از سن، جنسیت یا قومیت با افزایش خطر چاقی همراه است. فست فودها و نوشابه‌های گازدار به دلیل داشتن ادویه‌ها و طعم دهنده‌های محرک اشتها باعث می‌شود تا حس سیری دیرتر به انسان منتقل شود. بنابراین به دلیل محرک اشتها بودن فست فودها حجم مصرف آنها بیشتر از غذاهای خانگی بوده و با پرخوری همراه است. از طرفی فست فودها حاوی کالری بالایی هستند و به دلیل وجود روغن زیاد برای تهیه آن منجر به چاقی می شوند. تأثیر فست فود در رشد کودکان و نوجوانان. برای کودکان و نوجوانان باید بهترین خوراکی ها برای تغذیه و رشد آنها استفاده شود. غذاهای آماده و فست فودها
به دلیل نوع فرایند آماده شدن و به کار بردن مواد غذایی در آنها از ارزش غذایی کمی برخوردار است و مصرف بالای آن برای انسان بسیار مضر است و عوارضی چون چاقی، پرخوری و بیماری‌های مانند فشار خون و بیماری قلبی را به همراه خواهد داشت. فست‌فودها برای جوانان و کودکان ویتامین‌ها و املاح مفید بدن را تامین نمی‌کند. مصرف فست‌فود توسط کودکان و نوجوانان مراحل رشد آنها را دچار اختلال می‌کند. رشد انسان‌ها از جنینی تا بلوغ نیازمند ویتامین‌ها، املاح مختلف، پروتئین‌ها و مواد مغذی است. در صورتی که مواد مصرفی حاوی مواد مغذی نباشد، رشد فرد را دچار اختلال می‌کند. کودکانی که مقادیر زیادی فست‌فود مصرف می‌کنند، بیش از سایر کودکان دیگر در معرض ناراحتی‌های گوارشی هستند. راهکارهای بهتر در استفاده از فست‌فودها: استفاده از گوشت سفید به جای گوشت قرمز، استفاده کمتر از سوسیس، کالباس و مواد غذایی مشابه آنها، مصرف بیشتر سالادها، مصرف گوشت کبابی در ساندویچ‌ها، تهیه ساندویچ و برگر و پیتزای خانگی، استفاده از سیب زمینی کباب شده به جای سیب زمینی سرخ شده. عوارض مصرف فست‌فود در دوران بارداری: مصرف فست‌فود در دوران بارداری در لیست غذاهای مضر در بارداری قرار دارد. دلایل مختلفی برای محدود کردن مصرف فست‌فودها در دوران بارداری وجود دارد که از مهمترینشان میتوان به خطر افزایش وزن، خطر فشار خون و زایمان زودرس و سقط جنین اشاره کرد. مصرف فست‌فود از نظر ارزش غذایی بسیار پایین هستند و مشکلات زیادی به همراه خواهند داشت. میزان نمک در این مواد غذایی از حالت عادی دریافت روزانه بالاتر است که برای خانم‌های باردار قطعاً دردسرساز است. بیماری‌های خطرناک پنهان در فست‌فودهای خوشمزه: بیماری قلبی، سندرم متابولیک، دیابت نوع 2، فشار خون بالا. در غذاهای فرآوری شده و کارخانه‌ای عامل حدود 12% خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. نوشیدنی‌ها، محصولات قنددار، چربی و سس همگی عامل افزایش خطر ابتلا به سرطان است و با سرطان سینه هم ارتباط مستقیم دارد. لطفاً در کامنت ها شما عزیزان و همراهان گرامی عوارضهای بعدی فست‌فودها رو به ما بگید. لطفاً کانال ما را لایک، شیر و سابسکرایب کنید. شما عزیزان و همراهان گرامی را به دیدن ویدیوهای بعدی در کانال سلامت زنان آگاه دعوت می نمایم.